سلام، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. من تراوت هستم، راوی داستانهایی که شما دوست دارید. از هر ژانری که بگید اینجا ما داستان میذاریم، از خانواده حیاتی گرفته تا داستانهای اجتماعی و امروزی. امروز هم قراره یه عاشقانه خیلی جذاب و شنیدنی رو گوش کنید که پر از رمز و رازم هست و تا آخر مطمئنم که پاش میشینید. عزیزای دلم، مرسی از این که کامنت میذارید و لایک میکنید. حتما این داستان رو برای دوستان علاقه‌مندتون شیر کنید و اگه از اون پیج یوتیوب هم اومدید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید. اینجا کاملا داستان ها متفاوت و شنیدنی هستن. بیشتر از این معطلتون نکنم، بفرمایید داستان امروز رو بشنوید. خیلی ممنون میشم از عزیزان اگه قضاوتم نکنن. بالاخره هر کسی توی زندگیش یه مسیری داشته و یه سری رازهای پنهان. دلیل اصلی من برای تعریف مسیر زندگیم گرفتن درس عبرت برای جوانتر و شاید هم مرور خاطراتم بوده. خوشحال میشم اگه کنارم باشید. زندگی معمولی من پر می شد از مادر خیاطم و پدر کارگرم، خواهر بزرگم شهرزاد و من سوگند و برادرم شاهین. اختلاف سنی ما هر کدوم 5 سال بود. یه خانواده معمولی توی محلی آروم و بی صدا. زیاد قوم و خویش نداشتیم. هر کسی هم بود توی محله خودمون بودن. شهرزاد دیپلم که گرفت، دیپلم خیاطی، با یکی از آشناهای خانوادگی ازدواج کرد. اون موقع 18 سالش بود. ما 3 خیلی به همدیگه شباهت نداریم، ولی هر 3 جذاب و خوشگلیم. مخصوصا شاهین که قد بلند و خوش هیکل و خوش قیافه بود. بابا صبح آفتاب نزده میرفت شرکت و تا غروب بر نمیگشت. خونمون کوچیک و جمع جور بود. زیرزمینش خیاطی مامان بود که درآمدش خیلی خوب بود. از همون بچگی چون مامانم خیاطی میکرد ما 3 بچه کاری بار اومدیم. جارو، لباس شستن، ظرف شستن و خیلی کارهای دیگه. حتی گاهی غذا هم میپختیم. چون خونه و ماشین بابا با پول وام و قسطی بود، حسابی کار میکردن تا اموراتمون بگذره. شهرزاد که رفت خونه خودش خیلی جاش خالی شد، ولی من و شاهین بیشتر از قبل به هم دیگه وابسته شدیم. طوری که اون میرفت فوتبال، من مشقشو بشتم. همه میگفتن چه خواهر و برادر خوبی که اینقدر با هم همکاری میکنن. من اگه ظرفا رو میشستم شاهین جارو میزد، نمیذاشت خسته بشم. گاهی میرفتیم و دکمه های لباس های مامانو میدوختیم یا اتو میزدیم برای مشتریاش. هیچ غم غصه ای نداشتیم. پدر مهربون و زحمت کشی داشتیم. سر شب شام نخورده از خستگی جلوی تلویزیون خوابش می برد و مامان که حتی لحظه‌ای توی طول روز استراحت نمی کرد. جهیزیه شهرزاد خیلی هزینه‌هاش سنگین بود. عالی جمع و جورش کردن. شوهرش امیر وضع مالی خوبی داشت. خدا رو شکر خواهرم توی رفاه کامل بود، طوری که شروع کرد به ادامه تحصیل در زمینه خیاطی. خلاصه گذشت و شهرزاد 20 ساله بود که باردار شد. کلاً حال و هوای خوشی توی خونمون بود. پسرش آرش که به دنیا اومد همه رو متحول کرد. مامان حتی دیگه حوصله خیاطی نداشت. به هر بهونه‌ای شهرزاد رو دعوت میکرد. این بچه فسقلی شده بود همه چیز ما. امیر خیلی مأموریت کاری میرفت و بیشتر وقتها شهرزاد خونه ما میموند. وابستگی ما به آرش بیشتر و بیشتر میشد. ولی وقتی میدیدم شاهین 11 ساله خیلی حسادت میکنه، میرفتم و حسابی بهش محبت میکردم. انگار من شده بودم مامانش. فقط و فقط کنار من آرامش پیدا میکرد. دیپلممو که گرفتم چند تا خواستگار برام اومد، ولی بابا هیچ کدومو نپسندید. من دوست صمیمی نداشتم و رازدارم شاهین بود و شهرزاد خواهرم. همه چی از دیدن اون آگهی شروع شد. رفته بودیم سر خاک پدر بزرگم. پنجشنبه آخر سال بود. توی مسیر برگشت یه آگهی استخدام شرکت دیدم. واسه کارهای دفتری آشنا به کامپیوتر میخواستن. خب رشته تحصیلی منم کامپیوتر بود.
وقتی به مامان گفتم مامان به نظرت اگه برم اونجا واسه کار قبولم میکنن، مامان چادر مشکیشو جلوتر کشید و گفت میدونی بابات نمیذاره بری سر کار؟ منم گفتم اول بیا بریم شرکت. سر راهمونه. اگه قبول کردن من بابا رو راضی میکنم. فقط تابستون رو برم یه پولی پس انداز کنم اگه خواستم دانشگاه برم بتونم. مامان گفت وای تو این سرما سوگن چقدر حرف میزنی؟ یه تاکسی پیدا نمیشه بریم خونه. بچم شاهین معلوم نیست تو کوچه مونده. کلیدم که نداره. شهرزاد چشمکی زد و گفت مامان راست میگه. بذار بریم. اگه محیطش خوب بود چرا نره سر کار؟ مگه دخترعموامون نمیرن سر کار؟ چی شده جز این که هر روز یه مانتو تنشونه و امروز فرداست که ماشینم بخرن؟ من که دیگه پام وابسته بچه شده. بذاریم به جایی برسه. شما بذاری بابا هم راضی میشه. مامان همیشه از شهرزاد حرف شنوی داشت. آرشو زد زیر چادرش و گفت پس شما برین اونجا زود بیاین. من میرم خونه. شام بذارم. هوا سرده. بچه مریض نشه. خیلی خوشحال شدم. همراه شهرزاد راهی شدیم اونجا. کارخونه تولید ظروف یه بار مصرف بود و توی قسمت دفتریش به یه حسابدار نیاز داشتن که بتونه با کامپیوتر بارنامه صادر کنه و حساب و کتاب انبار و ورود و خروجم بدونه. وقتی رفتیم نشستیم منشیش دختری همسن و سال من بود. آرایش کرده و شیک و منظم گفت منتظر باشیم و رفت داخل اتاق کناری. بعدش اومد گفت بریم داخل. ضربه‌ای به در زدیم و وارد شدیم. مردی پشت میز نشسته بود همسن بابام. به احتراممون بلند شد و تعارف کرد بشینیم. اومد خودش هم پشت میز جلسه روبرومون نشست. من از شهرزاد سر و زبون دارتر بودم. خودم شروع کردم. خسته نباشید. من سوگند میلانی هستم. در رابطه با آگهی حسابداری مزاحم شدم. گفت خیلی خوش اومدی خانم میلانی. حسابدار قبلی ما ازدواج کرد و رفت از اینجا. من یه نفر رو میخوام که بتونه با کامپیوتر کار کنه و به امور حسابداری وارد باشه. من خودم بلد نیستم. بذار زنگ بزنم برادرم بیاد. اون باید کارتون رو ببینه. خیلی استرس داشتم. شهرزاد دستم و فشرد و لبخند زد. برادرش که اومد آقای حسنی احوالپرسی گرمی کرد و دعوتم کرد اتاق بغلی. کامپیوتر رو روشن کرد و اجازه داد من پشتش بشینم تا حرفی بزنه. برنامه دفتر حساب مخصوص حسابداری رو باز کردم و فقط چند تا سوال پرسیدم و الکی یه برنامه صادر کردم. بعد موعدای چکار رو مرور کردم. خندید و گفت شما خودتون کاملا واردید. چی بهتر از این؟ وقتی دید 10 انگشته تایپ میکنم خیلی پسندید. رفت اتاق برادرش و بعدش هم با هم برگشتن داخل. هر دو راضی بودن و فرم استخدام رو بهم دادن و گفتن که حقوق ماه اول زیاد نیست ولی وقتی ازم راضی باشن حقوقمو کامل میدن. خیلی خوشحال شدم. قبول کردم. ساعت کاری کارخونه 7 صبح تا 7 شب و شیفت شب 7 شب تا 7 صبح بود و منشی هم فقط شیفت روز بود و منم مثل منشی. قرار شد از بعد عید 5 فروردین برم سر کار چون دیگه تعطیلات بود. شماره‌شون رو گرفتم و با لبخند رضایت همراه شهرزاد اومدیم خونه. تا رسیدیم خونه از خوشحالی فقط میرقصیدم و ادا در می آوردم. شاهین میگفت مامان راست گفت. میخوای بری سر کار؟ گفتم آره. اگه برم قول میدم با اولین حقوقم برات یه چیز خوب بخرم. فکرشو کن. گوشی میخرم. واسه تو هم میخرم. چقدر حال میده. میبرمت پارک. تازه پول دارم که بشم برات ماشین میخرم. قول میدم عروسیت برات ماشین بخرم. مامان در حالی که جای آرش رو عوض میکرد گفت خب حالا ببین اصلا بابات اجازه میده بری؟ من که چشم آب نمیخوره. شهرزاد سینه چایی و زمین گذاشت و گفت به امیر میگم با بابا صحبت کنه. خیالت راحت. من راضیش میکنم. شکر خدا امیر بابا رو راضی کرد. البته به شرط اومدن و پسندیدن محیط کار. اون موقع من 17 سالم بود. سال 85 بود. بهترین عید برای من بود. خیلی خوشحال بودم. روز 5 عید که از روز قبل تماس گرفتم و آقای حسنی گفت صبح برم سر کار تا صبح خوشحال بودم. اون شب نمیتونستم که تمام سرنوشتم توی اون کارخونه رقم میخوره. قسمت کار و دستگاه اون سمت حیاط بود. خیلی بزرگ بود. و ما این سمت حیاط جلوی در ورودی بودیم. یه سالن کوچیک و 2 تا اتاق. میز منشی هم توی سالن بود.
خانم قفاری 18 سالش بود و بیشتر از سنش آرایش میکرد. ابرو برداشته بود و خیلی با ناز صحبت میکرد. بابا وقتی صحبتشو کرد و راضی شد منو اونجا گذاشت و خودش هم رفت سر کارش. کارگرها توی سالن کار میکردن و صدای دستگاه ها میومد. هم کارگری زن بود و هم مرد. برادر کوچیک آقای حسنی رضا منو برد داخل سالن و بخش انبار توضیحات لازم رو بهم داد و شماره‌شو برام نوشت روی میز و گفت خانم میلانی من میرم مسافرت شهرستان. ترک زبان بودن. بعد از 13 به در برمیگردم. سوالی داشتین تماس بگیرین. پسورد کامپیوتر رو هم به کسی ندید، حتی خانم قفاری. تمام مسئولیتش با شماست. و به لپتاپش اشاره کرد و گفت اونم پیش شما امانت تا من برگردم. روز اول کاری خیلی با استرس بود، ولی رضایت آقای حسنی از دقت و سرعت عملم مشخص بود. تایم نهار غذامونو با خانوما توی اتاق استراحت گرم کردیم و خوردیم. با تک تکشون آشنا شدم که قفاری سارا صدام زد و گفت باربری اومده، برم بارنامه‌شو بدم بهش. رفتم توی اتاقم، برگر رو تایپ کردم و پرینت گرفتم. نیسان توی حیاط بود و پسرا بار میزدن. رفتم تو حیاط، انگار که مدیرشون رو دیده بودن سلام دادن و من مشخصات بارنامه رو با بار چک کردم و مهر زدم دادم راننده. روزها به خوبی میگذشت و من دیگه حسابی توی کارم پیشرفت کرده بودم و خیلی راحت امور توی دستم بود. چند ماهی گذشته بود و همه از سختگیری‌های من توی کار خبر داشتن. آقای حسنی حقوقم رو بیشتر کرد چون واقعا از کارم راضی بود. با سارا خیلی صمیمی شده بودم و حتی خیلی ظاهرم تغییر کرده بود. خیلی خوش‌تیپ‌تر شده بودم. همیشه عطر می‌زدم. کمی هم آرایش می‌کردم. حسابی جذاب شده بودم. متوجه نگاه‌های یکی از کارگرای سالن بودم، ولی اونو در حد خودم نمی‌دیدم. درست دومی ماه تابستون بود. توی دفتر زیر باد کولر بودم که راننده نیسان ماشینو داد بار بزنن و اومد داخل دفتر. از لوی در دیدمش، قد بلند، هیکلی و سر و صورتی بور، چشاشم که خیلی روشن بود. یخچالو باز کرد و به سارا گفت حسنی نیست؟ سارام گفت نه آقای حسنی امروز نیومده. نبودی چند وقت بود؟ آقا یوسف. پس اسمش یوسف بود. آب بطری و سر کشید و تیشرت قرمزی که پوشیده بود داشت تکون میداد تا خنک بشه و گفت خبر نداشتی با موتور تصادف کردم؟ تو زانون پلاتین گذاشتن. چند ماهی زمینگیر بودم. 2-3 روز سر پا شدم. سارا گفت خبر نداشتیم وگرنه می اومدیم ملاقات. داداشت محمدم حرفی نزد. پس برادرش محمد یکی از راننده ها بود که برای بردن بار می اومد. از نظر قد و هیکل دروش بود و شباهت داشتن، ولی محمد مشکی بود و این کاملا بور. یوسف گفت شکر. بلند شدم. چه خبر؟ ما نبودیم؟ کیا اومدن؟ کیا رفتن؟ حسنی نیست؟ کی برنامه میزنه؟ سارا گفت حسابدارمون خانم میلانی چند ماهیه اینجا مشغوله. صداشون آرومتر شد که دیگه نفهمیدم چی میگن و بیشتر پچ پچ بود. چرا اون روز اونقدر کنجکاو شدم؟ خودم هم نفهمیدم. بعد مدتی با ضربه‌ای به در وارد شد. زود خودم رو با برگه ها سرگرم کردم و وانمود کردم نسبت بهش بی توجهم. سرفه‌ای کوتاه کرد و گفت سلام خانم میلانی، خسته نباشی. سرمو بلند کردم. چشاش از بس روشن بود نمیشد رنگشو تشخیص داد. گفتم سلام، سلامت باشید. از باربری اومدید؟ گفت بله، بارنامه رو میخواستم. منم گفتم آماده است، میدم چک کنن بدم بهتون. گفت خودم چک میکنم. جلوتر اومد. بلند شدم. سر پا با اون کفشای اسپورتم تا شونه هاش رسیده بودم. شونه هایی پهنی داشت و یه کوچولو شکم. برگر رو دستش دادم و همراهش رفتم تو حیاط. بار زده شده بود. از دور وایسادم و شوخی کردنشو با کارگرها نگاه کردم. متوجه شد که خیلی نسبت بهش دقت دارم. زودی برگشتم توی دفتر. توی سالن نشستم. سارا مشکوک نگام کرد و گفت از گرما اینقدر سرخ شدی؟ گفتم آره بیرون خیلی گرمه. این آقا چی بود اسمش؟ گفت یوسفو میگی؟ گفتم آره. چی میگفت به داروم؟ مشکوک میزدی شیطون نکنه. آره. سارا اومد کنارم نشست. بس پشت شیشه بیرون رو نگاه کرد و گفت نه بابا، 2 سال اینجام. 2 سالشم درگیر عشق داداشش محمدم. از یوسف کوچکتره ولی خیلی اذیتم میکنه. هر روز یه سازی میزنه. میدونم سر و گوشش میجنبه ولی خیلی میخوامش.
گفتم خدا به هم برسوندتون. چرا زودتر نگفتی؟ ترسیدی به کسی بگم؟ گفت نه، راستش باهات اونجوری که الان صمیمی هستم نبودم. یوسف سوار ماشینش تا جلوی در خروجی اومد. ما سمت راست ماشین بودیم. به طرف صندلی شاگرد خم شد و صدا زد خانم قفاری. سارا در رو باز کرد و گفت بله. گفت خسته نباشی. خندید و پاشو روی گاز گذاشت و رفت. دل منم از جا کند و با خودش برد. سارا خندید و گفت فکر کنم جای پاش به سرش ضربه خورده پسر احمق. منو دست انداخته. گفتم همینجا زندگی میکنن؟ سارا گفت آره بابا، باربری واسه داداششه. 4 تا برادرن، 2 تا بزرگا متعهلن. یوسف و محمد مجردن. یوسف متولد 61. 7 سال اختلاف سنی داشتیم و من 68. سارا ادامه داد محمد با تو همسنه ولی خیلی کله شقه، تحت عقاری و خیلی مغرور. گفتم یوسف چطور آدمیه؟ گفت نمیدونم والا، زیاد با کسی اینجا حال نمیکنه. قبلا با یکی از دخترای توی سالن دوست بود، اونم که خیلی وقت رفته. پارسال تولد دختر برادر دومیش بود، اسمش کیمیاست. 9 سالش میشد. نمیدونی چقدر خوشحال بود چون خواهر ندارن. برادر بزرگشم پسر داره. کلن عاشق کیمیان. آورده بودنش اینجا، من براش کادو خریدم ولی محمد تولد دعوتم نکرد. گفت خونوادم هستن. گفتم حالا چی پچ پچ میکردین؟ گفت راستش پرسید حسابدار جدید خوشگله یا نه؟ منم گفتم خیلی خوشگله، چشای درشت مشکی، ابروی مشکی، دهن قشنگ، پوست روشن، موهای پرپشت، قد بلند، ولی به نظرم یه کوچولو کفش پاشنه‌دار بپوشی بهتره، شیک‌تر میشی. حالا تو چرا اینقدر روش کنجکاوی؟ نکنه چشه تو گرفته؟ گفتم نه آخه خیلی به نظرم جذاب اومد، با اینکه شلوار گرم کن و تیشرت ساده تنش بود ولی خوشتیپ بود. سارا گفت آره یکم شبیه سام درخشانیه، همون بازیگر تلویزیونه. گفتم آره راست میگی، خیلی شبیه اونه. میگم چقدر آشناستا. راستی بعد کار میرم گوشی بخرم و یکم مانتو و چیز میز با من میای؟ گفت آره کاری ندارم بریم. بعد کار رفتیم خرید. حقوق زده بودم به حسابمون و رفتم گوشی خریدم و سیم کارت ایرانسل. مانتو خریدم و کفش پاشنه‌دار. کلی لوازم آرایش خریدم، حتی کلی بدلیجات و کیف و شال شیک و هر چی که دوست داشتم. هوا داشت تاریک میشد که برگشتیم خونه. مامان خریدامو که دید گفت مبارکت باشه. از بقیه پولم یکم بهش دادم. دیگه خیاطی نمی‌کرد. قبول نمی‌کرد ولی خواهش کردم و گرفت. شاهین با گوشیم ور میرفت و گفتم ماه دیگه هم برای تو میخرم، بیا برو خوراکی بخر بیار بخوریم. هنوزم اما درگیر یوسف بودم. بابا شب که اومد گوشیمو پسندید و گفت مبارکه. سر راه اومدنی واسه خونه 2 تا مرغم خریده بودم. اون روز خیلی خوشحال بودم. حقوق ماهای قبلمو به بابا دادم تا وام رو تصفیه کنه و دیگه اضافه کار نمونه. بابا خیلی خوشحال شد و گفت کم کم پولتو بهت پس میدم. من راضی نیستم تو کار کنی و خرج این خونه بشه. حداقل پس انداز کن واسه آیندت. گفتم بابا چشم، همین که هرچی میخوام میخرم و میگردم راضیم. من تا قبل کار تنها نتونسته بودم برم خرید. بازار خرید با خونه مفاصله داشت و با ماشین یه ربع راه بود. الان احساس استقلال میکنم. کار کردن بهم قدرت میده. بابا گفت پس خدا قوت. شهزاد و آرش وارد شدن. آرش تازه 4 دست و پا میرفت و وقتی میومد ساعتها سرگرم بودیم. امیر شبکار بود و شهرزاد مثل همیشه مهمون ما. شهرزاد لباسامو که دید گفت سوگن چه خبره اینقدر لوازم آرایشی میخری؟ میخوای نقاشی بکشی؟ مگه خودت به این خوشگلی بدی؟ خندم گرفت و گفتم نه، اونجا تمام آدمایی که هستن شیک میان و میرن. من خیلی سادم در مقابلشون. گفت پس داری خودتو شبیه همکار سارا میکنی. اون بدون آرایش زشته ولی تو بدون آرایش قشنگی. اون شب هیچ چیزی نمیتونست منو بخوابونه. منتظر فردا بودم و دوباره دیدن یوسف. فرداش وقتی رفتم توی دفتر سارا ابروشو بالا برد و گفت چی کار کردی با خودت دختر؟ چقدر قشنگ شدی، چقدر عوض شدی. از خوشحالی بهش محبتی کردم. حتی وقتی آقای حسنی اومد داخل اونم با تعجب نگام کرد و سلاممو جواب داد.
بعد نهار سفارشات آماده بود. سارا زنگ زد که 5 تا ماشین بفرستم باربری و من توی دلم آشوبی به پا بود. آقای حسنی اون روزا خیالش از کار راحت بود و تا ظهر بیشتر نمیموند، چون شغل دومم داشت و خودش توی بازار مغازه ظروف یه بار مصرف داشت. خودم رو توی آینه چک کردم و برنامه ها رو آماده کردم که اومدن. محمد و یوسف و 3 تا راننده دیگه هم بودن. ماشینا رو گذاشتن تا بار بزنن. محمد اومد داخل دفتر سلام داد و چشمکی به سارا زد. برنامه‌ش رو بهش دادم و گفتم فاکتورای اون هفته رو هنوز تحویلم ندادید. گفت تو باربری جا گذاشتم. یوسف از پشت سرش گفت من مسیرم نزدیکه. یه بار با فاکتورای امروز براتون میارم. یوسف سرش رو از پشت داداشش به طرفم خم کرد و خواست سلام بده که اول مکس کرد و نگام کرد و بعد گفت سلام. منم گفتم علیک سلام. محمد و سارا پچ پچ میکردن و مشخص بود سارا عصبی و در هم ریخته است. توی محیط کار نمیتونستن زیاد راحت باشن. من روی مبل توی سالن نشسته بودم و یوسف هم اون طرفتر روی مبل سرش تو گوشیش بود. نمیدونستم چی بگم و چه جوری سر صحبت رو باز کنم. پای راستم رو انداختم روی پای چپم و گفتم ببخشید آقا یوسف اینجا زمین متری چنده؟ سرش رو بلند کرد. چقدر برق چشاش گیرا بود. با تعجب پرسید. خندش هم گرفته بود از سوال مزخرفم. میخواید زمین بخرید؟ گفتم بله یه پس اندازی داشتم، نخواستم بی بهره باشه. ابروهاش توی صحبت کردن بالا میرفت. گفت هست از متری 30-40 تا 200 تومن، بستگی به جاش داره. با سکوت حاکم شد، ولی این بار اون بود که گفت شما از کجا میایید؟ اسم محل زندگیمونو که تا اونجا خیلی فاصله داشت گفتم. با تعجب پرسید صبح که میایید تاکسی گیرتون میاد؟ گفتم آره تا یه مسیری بابام منو میاره، بعدش هم بقیه‌شو با تاکسی. گفت اولین حساب دارید که اومده اینجا و انقدر همه چیز با نظم و ترتیب شده. گفتم من کلا توی هر زمینه‌ای سختگیرم. یه جوری نگاه میکرد که دلم آتیش میزد. جوری مغلوب شدم که حتی ته دلم صلوات میفرستادم که اونو برای باربری بفرستن اینجا و فقط ببینمش کافی بود. غروب دیگه آماده شده بودیم با سارا که بریم خونه که یوسف اومد فاکتورا رو آورده بود. ازش گرفتم گذاشتم تو کمد و اومدیم بیرون. کنارمون وایساد و گفت میرسونمتون، بفرمایید. تا من حرفی بزنم سارا گفت لابد با نیسان. یوسف خندید و گفت نه با پراید داداشم اومدم، بفرمایید. رفتیم و عقب نشستیم. از هیجان دست سارا رو فشردم. سارا فهمید که نسبت به یوسف بی تفاوت نیستم. از آینه نگام کرد. سرمو پایین انداختم. اول رفت و سارا رو رسوند. میخواستم همونجا پیاده بشم ولی نذاشت و گفت منو میرسونه. به محض اینکه سارا رفت صدای ضبط و کم کرد و از آینه نگاه کرد و گفت بریم یه بستنی با هم بخوریم یا عجله دارین؟ از خودم بود برم، ولی اگه کسی میدید بدبخت میشدم، آبروم میرفت. لبخندی زدم و گفتم نه ببخشید باید برم خونه. ماشینو کنار زد و کامل روی صندلی به عقب چرخید. اول خوب نگام کرد و بعد گفت فردا چی؟ وقت داری؟ ابروامو توی هم گره کردم. راستش ترسیده بودم. پراید ماشین کوچیکی بود و وقتی به طرفم چرخیده بود حتی نفساش رو هم حس می کردم. خواستم بگم نه که گفت اگه مایل نیستید اصرار نمی کنم، دوست ندارم ناچار بشید. چرخید و راه افتادیم. تا خونه لال شدم. سر کوچه تشکرم نکردم و پیاده شدم. ضربان قلبم شدت گرفته بود. به طرف خونه شهرزاد رفتم چون اونجا دعوت بودیم. بلافاصله سارا زنگ زد. گفتم الو جانم سارا. گفت رسیدی؟ گفتم آره دارم میرم خونه شهرزاد، کاری داشتی؟ گفت نه برو به سلامت، خداحافظ. اون شب سفره دلم و پیش شهرزاد باز کردم. مخالفتی نکرد ولی کلیم هشدار داد که نشناخته و ندونسته بچه بازی در نیارم. دیگه تکلیفم با دلم که روشن بود. من عاشقش شده بودم. لحظه شماری میکردم برای دیدنش. چند روزی بود که نیومده بود کارخونه و به سارا گفتم از محمد سراغشو بگیره. محمدم گفته بود جای دیگه ای میره. خیلی دلتنگش بودم. حتما از اینکه دعوتشو قبول نکرده بودم ناراحت بود. بالاخره بعد از 20 روز اومد، اما حتی نیومد توی دفتر. خودمو مرتب کردم و من رفتم توی حیاط. داشتم بار میزدن. خودشم کنار ماشین بود. جوری وانمود کرد که انگار منو ندیده و همون کم محلیش احساسات منو بیشتر کرد. جلوتر رفتم. تازه ناخنم کاشته بودم و مژه هم چسبونده بودم. خیلی خوشگل‌تر به نظر می اومدم.
سلام کردم. بدون اینکه نگام کنه گفت سلام. یه پسری بود تو کارگرای سالن که همه میدونستن از من خوشش میاد. بسته‌های ظروف آورد تا چشش بهم خورد، با لبخندی سلام داد و حسابی نگام کرد. یوسف سی چشی نگاش کرد و گفت برو بقیه‌شو بیار، عجله دارم. اون که رفت با گوشه چشش نگام کرد. لبخند زدم بهش. سرشو تکون داد و گفت اگر میلش نبود لیلی چرا پرسید زمین متری چند؟ خندید و رو بهم گفت خانم میلانی شما بفرما، من میام برنامه رو میگیرم اینجا وای نسا. فهمیدم که خیلی غیرتی شده بود. رفتم تو دفتر و 100 بار با خودم تمرین کردم که بهش یه چیزی بگم. وارد اتاقم که شد درست روبروی هم با فاصله کمی به هم دیگه خیره شدیم. لال شده بودم و فقط نگاش میکردم. برگه ها رو از بین دستم بیرون کشید و گفت چرا یهو همش کوک شما تموم میشه و خشکتون میزنه؟ منتظر جواب من نموند و رفت و منم مثل بستنی وا رفتم. سارا به دادم رسید و گفت خودتو جمع کن، اینجوری همه میفهمن چقدر عاشقی. راست میگفت. یوسف به معنای واقعی باعث شده بود عاشقش بشم. دم غروب موقع اومدنمون به خونه فاکتور رو آورد. آقای حسنی بود و خودش ازش گرفت و من مایوس. بعد از رفتنش با سارا رو افتادیم به سمت ایستگاه تاکسی که جلوی پامون ترمز کرد، ولی یوسف نبود و محمد بود. به سارا گفتم باهاش بره، من جایی کار دارم و نخواستم تنهاییشونو به هم بزنم و رفتم خونه. فرداش مرخصی داشتم چون تولد آرش بود و نمیتونستم برم. یه تولد بزرگ و عالی گرفته بودیم و حسابی خوش گذشت. من براش پلاک زنجیر طلا خریدم و برای شاهینم گوشی، چون بهش قول داده بودم. بعد از مرخصی فرداش که رفتم سر کار سارا نبود. با تعجبش زنگ زدم ولی گوشیش خاموش بود. از آقای حسنی سراغش رو گرفتم. گفت نمیاد دیگه سر کار، استعفا داده. یه دفعه چرا؟ تعجب کردم. اصلی که اومدن بارا رو ببرن محمدم بود. ازش سراغ سارا رو گرفتم، البته دور از چشم بقیه. شماره جدیدش رو بهم داد و گفت نمیدونم چرا یهو دیروز غروب گفت دیگه نمیخواد اینجا کار کنه. بعد از کار بهش زنگ زدم، گفت میاد خونمون. تازه رسیده بودم خونه که سارا اومد. رفتیم توی اتاق و مامان از همون پذیرایی کرد. از مامان تشکر کرد و بعد از رفتن مامان گفت قول بده هرچی میگم به کسی نگی. گفتم بگو چی شده، سکتم دادی؟ بغض کرد و گفت حالم از همه این مردا به هم میخوره. دیروز تنها توی دفتر بودم. حسنی خیر ندیده صدام کرد توی اتاقش. دیوونه شده بود، مثل ایوونا. سر ظهری اونجا تنها، ولی گریه‌هاش نذاشت ادامه بده و دوباره وقتی آرومتر شد گفت پیرمرد نفهم. خوبه حالا بدبختم نکرد. حالا تعوا گرفتم. اگه محمد بفهمه دیگه هیچ وقت با هم وصلت نمی‌کنه. گفتم خاک تو سرش، برو ازش شکایت کن. هنوز دختری؟ گفت آره. آشغال، بلد بود چی کار کنه. به هیچ کسی نمیتونم بگم. به گوش محمد برسه دیگه هیچی، فعلا میکنه. گفتم اول آخر چی؟ گفت هیچی. اومدم بیرون استعفا دادم. یعنی اگه میموندم تا وقت میکرد هر کاری دلش میخواست با هم میکرد. حالم ازش به هم میخوره. سوگن دیگه نرو اونجا. اون کسی که من دیدم هیچی حالیش نیست. چقدر درد و دل کرد برام که همینجوری محمد ساز مخالف میزنه و دستش به جای بند نیست. ترس افتاده بود توی وجودم. دیگه چطور تنها میرفتم؟ اگه به بابا و مامانم حرفی میزدم دیگه نمیذاشتن جایی برم سر کار و منم بدون اینکه به کسی چیزی بگم صبح دیگه نرفتم سر کار و زنگ زدم و گفتم دیگه نمیتونم بیام چون داریم از اونجا اسباب کشی میکنیم. مامان دلیلشو که پرسید گفتم میخوام یه مدت برم کلاس نقاشی و بعدش یه کار بهتر پیدا کنم. اونجا بوی پلاستیک خیلی اذیتم میکنه. اتفاقا بابا هم خیلی خوشحال شد و گفت بوش واسه ریه هات ضرر داره و نخواستم که ناراحتت کنم و حرفی بزنم. داستان عشق من و یوسف شروع نشده بسته شد. فقط گاهی از سارا سراغشو میگرفتم و خیلی خیلی بهش فکر میکردم تا اینکه درست یه ماه بعد سارا زنگ زد و از مامان اجازه گرفت که فردا چون تنهاست من از صبح تا شب پیشش باشم. خانواده‌اش که بیان با آژانس برگردم خونه. صبح آماده شدم که با آژانس اومد دنبالم. مامانم اومد جلوی در کمال تعجب. محمد پشت فرمون بود ولی جلوی مامان چیزی نگفتم. وقتی دور شدیم سارا خندید و گفت قراره امروز سورپرایزت کنیم.
با تعجب نگاش کردم و بعد از احوال پرسی با محمد گفتم چرا نگفتی با هم میاین؟ دختر تو چقدر کله خری؟ نگفتی مامانم بفهمه چی؟ محمد از آینه نگام کرد و خندید و گفت حالا کجاشو دیدی؟ جلوتر رفت که زد کنار رو در کمال ناباوری یوسف سوار شد. جلو نشست و بدون اینکه به طرفمون بچرخه گفت بابا شما دوتا خیلی دیوونه اید. چرا نگفتی تنها نیستید؟ منو بگو. داشتم از خوشحالی پرواز میکردم. وقتی سوار شد دلم سبک شد. دلم میخواستم اونجا بهش محبت کنم. ولی مگه میشد؟ آروم چرخید عقب و سلام کرد. ولی اصلا نگام نکرد و خیلی ناراحت شدم. منم تصمیم گرفتم بهش محل نذارم. کلی سر سارا غر زدم که چرا از قبل بهم نگفته و اونم آروم گفت 100 دفعه سراغ تو گرفت. شماره تو میخواست. منم گفتم از خودت بگیره بهتره. محمد به طرف جاده چالوس رفت. اول جاده زد کنار و با سارا رفتن خوراکی بخرن. اولین بار بود با پسر بیرون میرفتم. خیلی استرس داشتم. یوسف از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. دلم طاقت نیاورد و گفتم خوبی آقا یوسف؟ به طرفم چرخید و گفت نگران حال منی؟ خب چرا حالمو نمیپرسیدی؟ گفتم من که دیگه سر کار نمیرم. از کی حالتون رو میپرسیدم؟ گفت یعنی پیدا کردن شماره من خیلی سخت بود؟ شماره شما که اصلا پیدا شدنی نبود که من حالتون رو بپرسم. یعنی دنبال شمارم بوده. لبخندی نشست روی چهرم. اخ میکرد و گفت به چی میخندی؟ سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم. محمد و سارا که اومدن یوسف رفت پشت فرمون و سارا منو فرستاد جلو و خودش و محمد عقب نشستن. صدای ضبط زیاد بود. یوسف همش نگاه میکرد و با چشای زاغش بهم اخ میکرد. کنار رودخونه مستقر شدیم. چادر زدن و بساط چای و قلیون رو آوردن. سارا و محمد اولین بارشون نبود که میرفتن جاده. خیلی خوب به همه چی وارد بودن. اونا رفتن ناهار بخرن از رستوران و من و یوسف تنها شدیم. من توی چادر نشسته بودم. اومد جلوی چادر نشست و پشتشو بهم کرد و گفت چرا تو انقدر با سارا فرق داری؟ گفتم چه فرقی دارم؟ اون خوشگلتره، خوشتیبتره. سرشو به طرفم چرخوند و گفت نه خیر، جلفتره. این چه دوستی انتخاب کردی؟ تو کجا؟ اون کجا؟ گفتم اگه دختر بدیه چرا داداشت انتخابش کرده؟ گفت دلت خوشه؟ چه انتخابی؟ دوستن فقط. یه دوستی معمولی. 1 ماه بیشتر که ندیدمتون. سر جمع 10 بارم ندیدمت. ولی فهمیدم با همه فرق داری. از سارا شماره‌تو خواستم. چون یه جوره اولین دختری هستی که دلم براش تنگ شد. من میخوام پیشم باشی. میدونم که خودتم از من بدت نمیاد. ولی نمیدونم چرا تا میخوام باهات حرف بزنم تو ساکت میشی و همچین بهم زل میزنی که دلمو کباب میکنی. شاید باورش سخت باشه ولی چکیدن اشک شوق از روی گونه‌مو حتی حس نکردم. یوسف شده بود تنها آرزوی من. اومد داخل چادر و با نوک انگشتش اشکمو پاک کرد و گفت چرا گریه میکنی؟ تو چه دختر عجیبی هستی. ببخشید غلط کردم، ناراحتت کردم. خندیدم و ناخواسته از خودم رفتم پیشش. اول تعجب کرد ولی بعد اونم سرمو گذاشت روی شونش و به پیشونی محبتی زد و گفت آروم باش. مقصر خودتی که ول کردی بی خبر رفتی. دعوتت کردم واسه بستنی نیومدی. حتی تشکرم نکردی. فکر کردم دلت نمیخواد با من باشی. چقدر شیرین بود اون لحظات. ازم جدا شد و گفت یعنی الان با این کاری که کردی دوستم داری؟ گفتم آره دوست دارم. دیوونه اون چشای زاغتم، اون اخم کردنات، ابروی بورت. گفت دختره عجیب غریب، منم عاشقتم. گوشیمو از دستم گرفت و به گوشی خودش باهاش زنگ زد. شمارم که افتاد گفت دیگه خیالم راحت شد. رفتیم بیرون چادر و نشستیم کنار هم. پامونو گذاشتیم توی رودخونه. کمی از هم فاصله داشتیم. نگام کرد و گفت کجا مشغولی؟ گفتم هیچ جا، کلاس طراحی میرم. گفت چرا یه دفعه از اونجا رفتی؟ چیزی شد؟ حرفی زده شد؟ حالا سارا رو درک میکردم چرا اینقدر مراقب ارتباطش با محمد بود. کمی مکث کردم و گفتم کلا خانواده‌ام مخالف بودن. منم اهل کار نبودم. گفت بهتره الان بگم تا بعداً به مشکل نخوریم. من اصلا خوشم نمیاد با سارا بیرون بری. دلم نمیخواد حرفایی که پشت سر اون میزنن به تو هم نسبت بدن.
گفتم سارا خیلی دختر خوبیه. چرا اینطوری فکر میکنی؟ گفت چه دختر خوبی؟ وقتی با حسنی هم رو هم ریخته بوده؟ قبل محمد ما با چند نفر دیگه هم بوده. تو خیابون باهاش نرو. من تنها ایرادم یکم غیرتی بودنمه، مخصوصا روی تو که خیلی برام مهمی. از درد دستی به زانوش کشید و گفت لامصب شده واسه من درد سر. گفتم خیلی درد داره؟ گفت نه زیاد، فقط گاهی اذیتم میکنه. نگرانمی؟ سرمو پایین انداختم و گفتم مگه میشه نباشم؟ من اولین باری که با یه پسر حرف میزنم، چه برسه به چالوس رفتن و عاشق شدن. و گفت واسه همینی که اینقدر دنبالت گشتم. سارا و محمد اومدن، نهار که خوردیم اونا رفتن توی چادر و من و یوسف رفتیم دور زدیم. عاشقی من با یوسف شروع شد. فقط 2 روز از برگشتنمون از چالوس میگذشت که به هم پیام داد. دلش برام تنگ شده، منم دلم براش تنگ شده بود. به شهرزاد همه چی رو گفته بودم، البته بدون جزئیات. یوسف گفت بریم بیرون. خیلی به هم دیگه پیام میدادیم. وارد 18 سالگی شده بودم. میخواستم برم واسه گواهینامه ثبت نام کنم. بهترین بهونه بود. گفتم بیاد اونجا همدیگه رو ببینیم. آماده شدم رفتم آموزشگاه. کارم که تموم شد به هم زنگ زد. سلام عشقم. گفتم سلام یوسفم، کجایی؟ گفت جلوی در آموزشگاه، بیا پایین. دلم براش پر میکشید. زودی رفتم پایین. وای، با نیسان آبی اومده بود. تا هم دیگر رو دیدیم زدم زیر خنده. اخ میکرد و گفت با ماشین 2 در اومدم دنبالت، نپسندیدی؟ سوار شدم و گفتم تو که هستی همه چیز خوبه. دستمو گرفت و منو جلو کشید و روی گونه‌ام محبتی کاشت. گفت تو چرا اینقدر قشنگی؟ خندم گرفت. خجالت کشیدم. به در کنارش تکیه داد و گفت همین؟ دلت تنگ شده همینقدر؟ گفتم آره دیگه، مدل دلتنگی من همینه که فقط نگات کنم. گفت تو غلط کردی، بیا جلو ببینم. منم روی صورتش محبتی کاشتم. اون شیرین ترین مرد توی دنیا بود. رفتیم با هم دیگه بستنی خوردیم و چقدر خیابونا رو گشتیم. برام از خانواده‌اش گفت، از زن داداشاش و اینکه من خیلی از اون سرترم. گفت که قبل من دوست دختر داشته و تموم کرده و از اینکه من با کسی نبودم خیلی خوشحاله. یوسف دستبند بنفشه سنگکاری شدم و از دستم در آورد و گفت میخوام وقتی هم نیستی حست کنم. دستبندو گذاشت روی آینه ماشین. گوشیم که زنخور شاهین بود. صدای ضبطو کم کردم و جواب دادم جانم شاهین. گفت آبجی کجایی؟ گفتم بیرونم، واسه ثبت نام رانندگی کار داشتی؟ گفت واسه خواستگار اومده، میدونی کی؟ گفتم نه، کی؟ گفت مادر امیر اومده واسه برادرش. به مامان نگی؟ بهت گفتم گفتم نه خیالت راحت. قطع که کردم یوسف نگام کرد و گفت خواستگار اومده؟ گفتم آره، چیز مهمی نیست، قبلا هم حرفشو زده بودن، واسه دایی دامادمون. گفت خوبه پس چیز مهمی نیست. یکم اخماش رفت توی اما سر خیابون نگه داشت تا پیاده بشم، چون استرس داشتم کسی نبینه. بابا جواب منفی داده بود، چون معتقد بود با هر خانواده یه بار فامیلی کافیه. شب بود که یوسف پیام داد، سوگن یه چیزی رو باید بهت بگم. گفتم چی شده؟ گفت دیوونه شوهر نکنی یا من بدون تو بدبخت میشم. از غروب توی فکر خواستگارتم. گفتم نه دیوونه، خیالت راحت، من به جز تو با هیچ کسی ازدواج نمی کنم. گفت باشه، شب بخیر. بیرون رفتنا و گشتنا شروع شد. سارا رو دیگه کمتر می دیدم و در اصل یوسف خیلی حساس بود روی رفت آمدم. یه روز در میون به هر بهونه‌ای بود باید می دیدمش. یه ماهی بود که با حس تازه‌ای روزامونو سپری می کردیم. یوسف واقعا دوستم داشت. برام سنگ تمام می زاشت. اون روز هوای سرد پاییزی بود. رفتیم که دور بزنیم. رفت سمت محل زندگی خودشون. بهم گفت سر تو ببر پایین تا کسی منو نبینه. یه جا زد کنار و گفت بریم پایین. جلوی یه ویلا بود. قبلا گفتی بود صاحبش خارج کشوره و مسئولیتش با پدر یوسف در نبوده اون. خیلی مردد بودم. درو باز کرد و رفتیم داخل. نسبت به یوسف اعتماد کامل داشتم. یه باغچه جمع و جور و یه ساختمون ویلایی وسطش. یه سالن بزرگ مبله داشت و 2 تا اتاقم داشت. نشستیم توی پذیرایی. یوسف کنارم نشست. گفت از اینجا خوشت میاد؟ خیلی دلباز و شیک بود. گفتم آره، چرا خوشم نمیاد، خیلی قشنگه. سرشو به سرم تکیه داد و گفت دعا کن بتونم برات بخرمش تا اینجا زندگی کنیم.
با شنیدن اون حرف قند تو دلم آب شد. پس تصمیمش دوستی نبود و منو برای ازدواج میخواست. چی بهتر از این که همسرم عشقم باشه. به اتاقا اشاره کرد و گفت بیا بریم از نزدیک ببینیمشون. داخل اتاق سمت راست 2 تخت بچه بود. رفتیم اون یکی اتاق که در شیشه ایش به باغ باز میشد. چقدر نورگیر و قشنگ بود ولی خیلی ویلا سرد بود. یوسف از پشت سر بهم گفت نمیدونی چقدر منتظر این موقعیت بودم که بتونم حسابی احساساتمو بهت نشون بدم. خجالت میکشیدم اما باهاش همراهی میکردم. گفت تمومش کنم. منظورش این بود که کامل باشه همه چیز و از دختری در بیام. مخالفت کردم. اونم دیگه حرفی نزد. کاش که تموم شد. گفت سوگن تو محشری، دیوونم میکنی، نمیتونم ازت چشم بردارم. سرد بود و کنارش سرما رو حس نمی کردم. گفت وقتی میری خیلی دلم برات تنگ میشه سوگن. منم گفتم منم دلم برات تنگ میشه ولی چاره چیه؟ گفت یکم دیگه بمون بذار نگات کنم. روزای قشنگی داشتیم. چقدر قشنگ و رویایی. من تمام آرزوهامو با یوسف یکی کرده بودم. چند باری با هم دیگه رفتیم دفتر دوستشو عصرونه خوردیم. دیگه هر جا میخواست بار ببره منم باهاش میرفتم. انقدر خاطره ساختیم که میدونستم دیگه بدون یوسف نمیتونم. اجازه نمیداد کسی به دستبندم دست بزنه و همیشه جلوی چشمش بود. یه بار هرچی گفتم رمز گوشی تو باز کن باز نکرد. منم حرصم گرفت و موقعی پیاده شدن سیم کارتم و جلوی چشش شکستم و خداحافظی کردم. تا جلوی خونه دنبالم اومد ولی بی اهمیت بهش رفتم خونه. چند دقیقه بعد زنگ در رو زدن. وای سکته کردم که یوسف باشه ولی شهرزاد بود. با چشاش بهم اخم کرد و دور از چش مامان گفت این یوسف عقل نداره. سر کوچه منو دیده جلومو گرفت. اگه یکی میدید چی؟ برو بهش زنگ بزن کارت داره. گوشی چی شده؟ از اون همه علاقش خوشم اومد. هدیه سیم کارتم خونه بود. اونو انداختم و زنگ زدم بهش. تا صدامو شنید گفت ببینمت همچین میزنمت که دیگه منو ول نکنی. یه رمز گوشی نگفتم که ارث در بیاد. چرا راتو کشیدی رفتی لعنتی؟ از اون روز به بعد دیگه رو گوشیش رمز نذاشت. یوسف بالای خونه برادرش خونه ساخته بود و میخواست بده مستاجر تا با پول رهنش بدهیاش رو صاف کنه. بهم گفت من میرم اونجا تو بعدش بیا بگو از طرف بنگاهی که خونه رو ببینی. میخوام بپسندی. اونجا قرار زندگی کنیم. چند باری نفس عمیق کشیدم و زنگ زدم. ساختمون آجرنما بود. از پشت آیفون زنی جواب داد بله. گفتم ببخشید بنگاه منو فرستاده بالا رو ببینم. گفت بله بفرمایید صابخونه خودش بالاست. در رو باز کرد. پله‌ها رو بالا رفتم. صدای بچه‌ها از طبقه پایین می اومد. وارد که شدم یوسف بهم محبتی کرد. چند دوری منو چرخوند و گفت به خونه خودت خوش اومدی. منم از خوشحالی گفتم با تو توی چادرم زندگی میکنم. گفت همین که کنارمی خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم. دستمو گرفت و همه جا رو نشونم داد. خیلی بزرگ نبود. 80 متری بود. یه خوابه ولی پذیرایی بزرگی داشت. یوسف چشمکی زد و گفت پسندیدی؟ 1 سال باید دست مستاجر باشه تا پول بنا و کارگرش رو بدم. بعدش واسه خودمونه. فقط به چشماش خیره بودم. جلو اومد که به هم محبت کنه اما با شنیدن صدای پا عقب کشید. برادرزاده هاش بودن. یه دختر مومشکی خوشگل که دست برادرش رو توی دستش گرفته بود و برادرش کاملا شبیه یوسف بود. جلو رفتم و لپاشو کشیدم. کیمیا رفت پیش عموش و گفت قربون عموم بشم دلم برات تنگ شده بود. یوسف چند باری بهش محبت کرد و گفت منم قربونت بشم عشق عمو خوشگل من. یوسف بهم اشاره کرد برم سر کوچه تا بیاد. منم خداحافظی کردم و داشتم میرفتم که زن داداشش اومد بیرون. گفت پسندیدی؟ لبخندی زدم و گفتم بله تا ببینیم قسمت چیه و رفتم سر کوچه. یوسف زودی اومد. سویچ نیسانشو بهم داد و گفت تو بشین بریم. شوکه شدم و گفتم من تازه چند جلسه از آموزش دیدم. گفت بشین من کنارتم. نشستم پشت فرمون و رفتیم. خیلی خوب رانندگی میکردم ولی سر پیچ برادرش بابای کیمیا درست از روبرو اومد و بوق زد و از کنارمون گذشت. یوسف به پیشونیش زد و گفت وای چه افتضاحی شد. گوشیش زنگ خورد. داداشش بود.
یوسف جواب نداد که پیام داد دست فرمون خانمت از خودت بهتره. هر دوتامون خندیدیم. یوسف سرشو گذاشت روی شونم و گفت ببینم وقتی تو این کارو میکنی چطوریه؟ همیشه موقع خداحافظی دلش میگرفت و نمیخواست که جدا بشیم، ولی چاره‌ای نبود. سال تحویل شد و بیشتر از 20 روز بود که نتونسته بودیم همدیگر رو ببینیم. بالاخره ناچار شده بود دست به دامن سارا بشه. سارا زنگ زد خونمون و بابا به خاطر شغلش تا 20 فروردین هر سال تعطیل بود و ریسک بیرون رفتن کم بود. بابا تلفن خونه رو جواب داد. سارا خیلی مهارت داشت و با خوش سر و زبونیش بابا رو راضی کرد که منو ببره خونه‌شون. فردا صبحش بابا منو رسوند خونه‌شون. سارا تا بابا رفت زد به پهلوم و گفت منو یادت رفته بود؟ کارتون گیره به من زنگ میزنید؟ گفتم آخ قربونت بشم، ایشالله جبران میکنم. صدای بوق ماشین یوسف که اومد خداحافظی کردم و رفتم سوار شدم. حتی جلوی سارا مراعات نکرد و به هم محبت کرد. گفت دختر کجایی پوسیدم. واسه سارا دستی تکون داد و راهی شدیم. شیشه ها رو دودی کرده بود. دستمو از توی دستش ول نمی کرد و همونطوری دنده عوض می کرد. خندید و گفت شیشه ها رو دودی کردم که دیگه کسی نتونه تو ماشین رو ببینه. خیالمون راحت باشه. سرمو روی شونش گذاشتم و گفتم چش رنگی؟ دلم برات یه ذره شده بود. گفت پس من چی بگم؟ داری 1 ماه میشه ندیدمت. رفت سمت ویلا و رفتیم داخل. 1 ساعتی اونجا بودیم و کنار هم بودیم که یوسف واقعا خوابش برد. پتو رو روش کشیدم و رفتم ویلا رو همه جاشو نگاه کردم. کاش میشدم اونجا زندگی میکردیم. حتی تلویزیونم داشت، کامل و شیک. رفتم توی حمومش دوش بگیرم. آب داغ بود ولی شامپو نبود. دوش میگرفتم که یه دفعه یوسف لباس به دست اومد توی حموم. شیرو بست و گفت آروم باش، بابام اومده توی حیاته. وای دیگه داشتم سکته میکردم. اگه منو میدید اینجوری چی؟ چند دقیقه وایسادیم که صدای در اومد که رفت. یوسف ماشینو پشت ساختمون توی کوچه پارک میکرد که کسی نبینه. یوسف رفت نگاه کرد، دید باباش رفته. نفسی عمیق کشید و من رنگ و روم پریده بود. اومدم بیام بیرون که نذاشت. گفت موهای خیسم به صورتت میاد قشنگم. بعد از اون رفتیم بیرون نهار خوردیم. هوا سرد بود. پالتو نپوشیده بودم. یوسف سویشرتشو بهم داد و گفت سرما نخوری. تا غروب وقت داشتیم. پس با خیال راحت رفتیم یه گوشه پارک کردیم و توی ماشین گفتیم و خندیدیم. 2 سال تمام عاشقانه پیش هم بودیم و دیگه جدا نشدنی از هم. 19 سالم شده بود و شهرزاد بچه دومش باردار بود. آرش دیگه 3 سالش میشد. شاهین عزیز دلم 14 سالش بود و وابستگی من و برادرم به هم بیشتر شده بود. محمد و سارا جدا شده بودن و سارا نامزد کرده بود. دیگه بدون هم حتی لباس هم نمی خریدیم. همه جا با هم بودیم. مامان یه چیزایی شنیده بود و حتی چند بار از همسایه ها شنیده بود که ما رو دیده بودن. اما برام تفاوتی نداشت. وجود یوسف به همه چیز میارزید تا اینکه برام یه خواستگار از یه خانواده خیلی خوب و سرشناس اومد. هیچ ایرادی نداشتن. باید جواب میدادم. اصرار امیر، بابا، مامان دیگه داشتن دیوونم میکردن. 19 سالم بود و درسم که نمیخوندم. هر بهونه‌ای میآوردم غیر منطقی بود. تصمیم گرفتم به یوسف بگم. اون روزا خیلی رفت و آمدم زیر نظر مامان بود. مادر دوستم قرار بود از مکه بیاد و من و دوستم برای خرید لباس برای مادرش رفتیم بیرون. اون رفت لباس بخره و منم با یوسف رفتم. شهرزاد در جریان بود. طبق معمول یوسف رفت سمت ویلا. وارد که شدیم نشستیم روی راحتی. یوسف نشست کنارم و میخواست شروع کنه که گفتم یوسف میخوام باهات حرف بزنم. به پشت تکیه داد و گفت بفرما خانوم. دستشو توی دستم گرفتم و گفتم چند وقته با همیم؟ گفت خیلی وقته، 2 سال بیشتره. چطور؟ گفتم یه خواستگار خیلی خوب برام پیدا شده. خانواده‌ام دیگه نمیتونن صبر کنن. گفت خب. گفتم خوب نداره که. بالاخره چی؟ من هر بهونه‌ای آوردم قبول نمیکنن. دارن دیوونم میکنن. ابروهاشو بالا برد و گفت خب اگه خانواده خوب و پسر خوبیه چرا جواب منفی میدی؟ اولش فکر کردم داره شوخی میکنه. گفتم مسخره بازی در نیار، من جدی دارم صحبت میکنم. گفت خب منم جدی گفتم. من شرایط ازدواج ندارم. گفتم چه شرایطی؟ مهم منم که با همه چیت کنار میام.
تو که منو میشناسی، دختر بی منطقی نیستم و اینقدرم دوست دارم که بهت فشار نیارم، حتی واسه کوچکترین چیز. دستی توی موهاش کشید و گفت سوگن، من نمیگم تو بدی، ولی واسه ازدواج مناسب من نیستی. هیچ وقت خانواده‌ام قبول نمی‌کنن من برم بگم زنم حسابدار سابق حسنیه، یا من و تو 1000 بار رفتیم پیش رفیقم. اگه من قصدم با تو ازدواج بود هیچ وقت نمی‌بردمت اونجا، یا هر وقت میشد بیارمت اینجا توی ویلا. خانواده ما اینجوری ازدواج نمی‌کنن. هرچی توی دنیا غم بود یهو ریخت روی سر من. چی میشنیدم؟ 2 سال تموم به خاطر علاقه و عشقم بهش هیچ کوتاهی نکرده بودم، ولی اون میگفت منو برده دفتر دوستش چون تصمیمش ازدواج نبوده. حالم از خودم به هم میخورد. فقط نگاش کردم. بلند شدم و کیفم و برداشتم و رفتم بیرون. نمیشد پیاده رفت. خارج از محل سکونت بود. به ناچار سوار ماشینش شدم. خودشم سکوت کرده بود و فقط صدای ضبط رو زیاد کرد. عینک آفتابی مد زدم تا اشکامو نبینه. حرفاش توی سرم بود. ما فقط دوست بودیم و من به زور هیچ کاری نکردم. اگه چیزی بوده چون خودت خواستی. تو حتی مخالفتی واسه هیچ نوع ارتباطی نداشتی. تو خودت 1000 بار خانوادت رو پیچوندی و اومدی بیرون، تا چالوس اومدی، تا 1000 جا، تا حتی قومم با من بودی. چطور میتونم همچین دختری رو واسه زندگیم انتخاب کنم؟ ما انتخابو میذاریم به عهده مادرم، اون میپسنده، یه دختر نجیب و برامون میگیره. زن داداشم هم همینطور گرفتن. اینا حرفایی بود که توی سرم بود و اون میگفت. اشکام دیگه اشک نبود، سیل بود. فقط به بیرون خیره شده بودم. من از روی عشق پاکم هر کاری کرده بودم واسه راضی نگه داشتن و رضایتش، و اینکه کمبودی از جانب من نباشه، واسه اینکه مطمئنم کرده بود آینده ما با هم دیگه است. هیچ چیز دیگه‌ای به هم نگفتیم. توی خیابون نگه که داشت بدون حرفی پیاده شدم و یوسف رفت. حتی نرفتم دنبال دوستم و مستقیم رفتم خونه شهرزاد. جایی رو نداشتم. تا رفتم داخل و شهرزاد چشای سرخم و دید، ترسید و هول کرد. بیچاره خواهر باردارم رنگ و روش پرید. از ته دل به حال خود بدبختم، حقیرم، گریه کردم. دلم به حال خودم که با پسری جز یوسف صحبت نکرده بودم سوخت. حالت هوا گرفته بودم. آرومتر که شدم همه چیزو این بار بدون سانسور برای شهرزاد گفتم و گریه کردم. اونم گریه کرد و گفت چقدر ما زنا بیچاره ایم. احساس و عشقمونو پای چیزای دیگه میذارن. چقدر خواهرم قصه خورد. تازه یادش اومد که شاهین اونجا توی اتاق داره استراحت میکنه. شکر خدا خواب بود و چیزی نفهمیده بود. شهرزاد به مامان زنگ زد و گفت من اونجام. خواهرم دستش به جایی بند نبود و خودم هم دیگه چیکار میخواستم بکنم. رسما دختری بد و بی لیاقت خطابم کرده بود. دیگه اشکامم نمی اومد. دیگه حتی حرفم نمی زدم. 2 روز خونه شهرزاد موندم. رسما از اون دنیا متنفر شده بودم. حتی یه بارم پیام نداد و زنگم نزد. ولی شهرزاد دلش طاقت نیاورد. بهش زنگ زد. یوسف سنگدل فقط گفت ما دوست بودیم با هم، همین و بس. بعدش هم قطع کرد. مامان و بابا متوجه حال بد من بودن. یه باره پیر شدم، شکستم. به خاطر آرزوام از بین رفتم. نه چیزی میخوردم، نه حرفی میزدم. فقط چشمم به گوشی بود که یه خبری ازش بهم برسه. سیم کارتش رو عوض کرده بود و هر چی زنگ میزدم خاموش بود. حتی اگه جواب میداد ازش خواهش میکردم ترکم نکنه، قبول نمیکرد. سلول وجودم دلتنگش بود و فقط به اون فکر میکرد. 1 هفته گذشت. مامان دیگه دست به نظر و نیاز کرده بود. شهرزاد سارا رو خبر کرده بود. اومد دیدنم. چقدر با دیدن سارا یاد گذشته افتادم و به گریه افتادم. اگه گریه نمی کردم حتما دق می کردم. از قصه ساعتها فقط سارا آرومم کرد. از مامان خواست تنها باشیم. شهرزاد براش گفته بود. سارا پا به پای من اشک ریخت و گفت محمد از اولش گفت منو نمیخواد، ولی یوسف که برای تو جون میداد. همه مردا بدن. حسنی رو یادته؟ بدون رضایتم چی کارم کرد؟ آخرشم به همه گفته بود من باهاش دوستم، به خاطر پولش. چرا فکر میکنی با محمد تموم کردم؟
چون فکر میکرد دروغ میگم دخترم. نقشه کشیده بود واسم. میگفت بعدم برو ترمیم کن. قصه نخور، خدا از دل پاک تو با خبره. من تو رو میشناسم که چقدر خوبی. خونواده به این خوبی. ما زنها همیشه چوب دلمونو میخوریم. سارا کلی با هم صحبت کرد. سبکتر شدم. سرشو پایین انداخت و گفت دیروز که شهرزاد بهم زنگ زد رفتم آمار یوسفو گرفتم. با منشی جدید حسنی دوست شده. بیوست. جایگزین تو شده. یه بار دیگه با شنیدن اون حرف قلبم شکست. علاقه و دوست داشتن من مخفی شدنی نبود. داشتم خفه می شدم. واقعا داشتم سکته می کردم. اگه سارا لیوان آب یخشو روی صورتم نمی پاشید حتما از دنیا رفته بودم از فشار عصبی. کار من شده بود ناخن جویدن و قصه خوردن. روزی 100 بار به سیم کارت خاموشش پیام می دادم. به امید اینکه یه بار روشنش کنه. ببینه راضی بودم تا عمر دارم دوستش باشم. جلوم بیوفایی کنه. حتی بره و وصلت کنه ولی منو ول نکنه. تصمیم گرفتم اگه جواب بده بهش بگم راضیم. همه چیز بینمون کامل بشه. تا مطمئن بشه تا عمر دارم کنارشم. با همون وصیت میمونم. بره اصلا زن بگیره ولی با منم باشه. اون روزا دیوونگی رو به چشم خودم میدیدم. امیر یه همسر نمونه واسه شهرزاد بود و هست. وقتی دید که چقدر افسردم و یه ماه تموم که حالم بده از بابا اجازه گرفت که از طرف شرکت طرف قراردادش توی برج برای شام دعوت شده بودم به جای آرش منو ببره و بعدش برام دکتر پیدا کنن. چشم گود افتاده بود و حتی آبم نمیخوردم. منگ بودم. شب قبل از رفتم بالاخره گوشیشو روشن کرد. بیشتر از یه ماه میشد بالای 200 تا پیام، 1000 بار تماس، 100 بار زنگ، اما جواب نمیداد و آخرش بهم پیام داد دختر حقیر و بدبختی مثل تو به درد من نمیخوره. تو داری از ضعیفی نابود میشی. این پیشنهادای مسخرت بیشتر از چشمم انداختت. و خاموش کرد. قلم و کاغذ برداشتم و نامه خداحافظیمو نوشتم برای پدر و مادرم. تمام حقیقت رو نوشتم و گذاشتم توی کیفم. فردا آرایش کردم، مثل سابق عد زدم و در کمال تعجب خانواده که خوشحال از بهبودی من تصمیم گرفتم خودم رو از بین ببرم، راحت بشم. من آبروی خانوادم رو برده بودم. توی مراسم شهرزاد اشک شوق میریخت. فکر میکرد من فراموش کردم. دستشو گرفتم و گفتم چقدر خواهر نازنینی هستی. به بهونه دستشویی رفتم بیرون. اول خواستم خودمو جلوی ماشین بندازم که یه دفعه باد پاییزی بنر روی پل عابر پیاده رو تکون داد. رفتم بالا. بنر کنده شده بود. نامه رو انداختم توی کیفم و کیف و ضربدری به گردنم انداختم و از لبه اونجا بالا رفتم. خدا رو بلند صدا زدم. شب بود و خلوت. کسی نبود. چند بار خدا رو صدا زدم که دارم میام پیشت، منو ببخش، از خودم بدم میاد. و پریدم پایین. یه نفر از پشت منو گرفت و منو به طرف پل انداخت. در توی تمام وجودم پیچید. پیشونیم انگار بلایی سرش اومده بود چون سرخی روی صورتم جاری شده بود. چشام تار شده بود و فقط گوشام صدای سر و صداها رو میشنید که منو بلند کرد و برد پایین. توی ماشین گذاشت. جلوی چشمامو سرخی پیشونیم گرفته بود. گیج بودم. از ضربه صداهای پرستارا و درد سرومی که توی دستم میرفت. چند بار ضربه به صورتم خورد و همش بالا می آوردم. ترسیده بودن که حتما ضربه مغزی شدم. میفهمیدم ولی واکنشی نداشتم. از سرم عکس برداری و MRI انجام شد. خوابم برد. با ضربه هایی که به صورتم خورد چشم باز کردم. شهرزاد، امیر، بابا، مامان، حتی شاهین و آرشم بودن. ماسک اکسیژن روی دهنم بود. دستمو به طرف شاهین که گریه میکرد دراز کردم. پرستار مانع شد و گفت آروم باش. آرام بخششو بیارید. بخواب. صبح حالت بهتر میشه. چیزیت نیست. فقط دستت مو برداشته. بعد سر اونا داد زد. یه نفر بیشتر داخل نمونه. برید بیرون. مگه اینجا هتله؟ و دیگه چیزی متوجه نشدم. چشم که باز کردم از تشنگی دهنم خوش شده بود. آروم گفتم آب. مردی که کنار تختم روزنامه میخون بلند شد و بهم آب داد. بابا و مامان رو صدا میزدم که گفت آروم باش.
مادرتو دکتر بهش آرام بخش داده. خواهرت بردش خونه. پدرت هم همین الان خوابیده. به پایین تختم روی کاناپه اشاره کرد. بابا آروم خواب بود. قدرت صحبت نداشتم. آروم گفتم شما کی هستی؟ کیفم کجاست؟ نگران نامه بودم که حالا که زنده بودم اگه دست بابا و مامان میافتاد دیگه آبرویی برام نمیموند. آروم گفت لوازمت پیش منه. امانت تا خوب بشی. خیالت راحت. بعدش توضیح داد. تلفنم زنگ خورد. اومدم بیرون. واسه اولین بار آنتن نمیداد و کلاً هنگ کرده بود. یهو چشم افتاد به بالای پل و دیدم داری میری بالا. خدا شاهد معجزه خدا بوده. خدا نخواسته از دنیا بری. نفهمیدم چطور بین زمین و آسمون گرفتمت و انداختمت روی پل. بعدش هم آوردمت بیمارستان. از توی کیفت گوشیتو در آوردم که خواهرت 100 بار زنگ زده بود. اون نامه بلند و بالاتم پیشم امانته. خانواده‌ات فکر میکنن من باهات تصادف کردم. نخواستم چیزی بدونن. بابا از صدای پچ اون مرد بیدار شد و اومد پیشم. گریه که میکرد بیشتر درد میکشیدم. دکتر روانپزشک اومد. خیلی با هم صحبت کرد. دستمو گچ گرفته بودن. مرخص که شدم اون مرد که اسمش مهران بود تمام هزینه بیمارستان خصوصی رو داد و مخفیانه با بابا صحبت کرد و رفتیم خونه. مامان قصه من پیرش کرده بود. چی میگفتم؟ چی کار میتونستم بکنم؟ جز اینکه آروم قصه هامو بخورم. شهرزاد ساعتها با هم صحبت میکرد. هفته 2 روز میرفتم مشاوره. خیلی بهتر شده بودم. شاهین اشکاش مخفیانه بود ولی سرخی چشماش نمایان بود. هنوز دستم توی گچ بود که مامان گفت مهمون داریم. همه فکر میکردن من تصادف کردم. حتی امیر. ولی بابا همه حقیقت رو میدونست. مهران با دست گل و میوه اومد تو. من در حال استراحت بودم و واقعا حال بلند شدن نداشتم. مامان رو سریم سرم انداخت. تازه متوجه شدم. یه پسر 30 ساله بود. کت و شلوار پوشیده و مرتب. بوی عطر و ساعت اسپورت توی دستش. لبخندی زد و کنار بابا روی راحتی نشست. گل و میوه رو به مامان داد و یه جعبه به من داد و گفت بهتر شدین؟ با سر گفتم بهترم. لبخندی زد و گفت ببخشید من برای عیادت تنها اومدم چون کسی توی ایران نیست. من مادرم اروپایی و پدرم ایرانی. اکثر اقواممونم ایران نیستن ولی من عاشق ایرانم. عمو و مادر و پدر بزرگم ایرانن و نمیتونم ازشون دل بکنم و تنهاشون بذارم. امیدوارم بهتر شده باشید. از اینکه اون لطفو در حقم کرده بود خیلی شرمندش بودم. رو به بابا گفت اگه اجازه بدین میخواستم سوگند خانم و البته به پیشنهاد دکترش ببرمش سر کار. پدر من سهامدار یه هتل رستورانه. میخواستم اونجا مشغول به کار بشه. البته اگه خودشم موافق باشه براش سرویس میذاریم که رفت و آمدش راحت باشه. برق خوشحالی تو چشای همه درخشید. چطور میتونستم قبول نکنم؟ معجزه یعنی همین. با اون دست گچ گرفته از فرداش رفتم سر کار. چه جایی بود. هتل 5 ستاره، رستوران شیک. الکی شدم کارمند اونجا با یه حقوق عالی. مهران همه چی رو برام توضیح داد. خیلی پسر آرومی بود. همه بهش احترام میذاشتن. با کمک مشاور و مهران تونستم از اون بحران بگذرم. ولی وقتی برمیگشتم اون خونه محلمون دعاونم میکرد. نمیتونستم توی اون خونه بمونم. گوشه اونجا عذابم میداد. محیط کار خیلی خاص بود. همه تحصیل کرده ولی هیچ چیز برای من رنگ نداشت و همه چیز سیاه و سفید بود. صبح سرویس می اومد دنبالم و بعد از ظهرم برم میگردون. من اونجا کار خاصی نمیکردم. فقط یه سری کارهای کامپیوتر و بقیه ساعت رو میرفتم توی سالن و آشپزخونه گشت میزدم. مهران گفت برای نهار توی اتاقش باشم. با هم نهار خوردیم. ناممو یهو بهم برگردوند و گفت زیاد به خودت فشار نیار. کم کم همه چیز برات درست میشه. اون بحرانم ازت دورتر. گفتم من نمیدونم چطور میتونم ازتون تشکر کنم. اون لحظه عقلمو از دست داده بودم. فکر عواقبش نبودم. لطف شما به من قابل جبران نیست ولی هیچ وقت لطفتون رو فراموش نمی کنم. گفت من خیلی به خدا اعتقاد دارم.
مطمئنم که خدا خیلی مراقب شما بوده. اون لحظه گوشی من خراب بشه و از اونجا بیام بیرون و یه دفعه شما رو ببینم. همچین گرفتمتون و انداختمتون روی پل که دستامم درد گرفت. اصلا نفهمیدم چطور پله ها رو بالا اومدم. کتم به کجا گیر کرد که پاره شد. هر کمکی بتونم بهتون میکنم، ولی چرا هنوز غم داری نمیتونم. باید محکم باشی. گفتم راستش وقتی میرم خونه دیوونه میشم. میدونم که میدونی چرا میخواستم خودم رو خلاص کنم. اون محل اون خونه منو عذاب میده. گفت یه پسر، اونم اونجور پسر بی‌لیاقتی بوده و ارزششو نداره. موفق شو و بذار حسرتتو بخوره. من خودم هم توی کانادا دوست دختر داشتم، هم توی ایران، اما استفاده نکردم. نه وعده و وعید الکی دادم، نه چیزی. وقتی دیدم تفاهم بینمون نیست خیلی محترمانه کنار کشیدم، ولی هیچ وقت نخواستم خوردشون کنم. نمیدونم چی بگم. از امثال خودم که پاکی همچین عشقی و درک نکردن شرمندم، ولی از امروز دوباره متولد شدی. با توکل به خدا. من از هر نظر بگید کمکتون میکنم. یه وامی بهتون میدم یه جای دیگه خونه بخرید. کمکتون میکنم. من اون لحظه شما رو نه، بلکه صدای خداتون رو شنیدم که به هم گفت نذار بنده من به گناه آلوده بشه. بگذاریم از امروز همه چیزو عوض کن و راهی جدید برای خودت پیدا کن. پارسا و همسرش مریم خیلی آدمای خوبی بودن. همکارای جدیدمو میگم. دوست صمیمی مهران. بخش کار ما با مهران جدا بود. اون مدیر بود و ما کارمنداش، ولی هیچ وقت برامون سخت نمی گرفت. بیشتر شبا مریم و پارسا منو میرسوندن. با پول وام یه جایی خیلی خوب خونه خریدم و لوازم و اسباب کشی کردیم. مامان و بابا خیلی راضی بودن. از اینکه اونقدر مستقل شده بودم احساس رضایت میکردن. طولی نکشید که ماشین ثبت نام کردم. کمکای دکتر خیلی حالمو خوب کرد. بعد کار با پارسا و مریم و مهران رفتیم بیرون. تولد مریم بود. کلی خوش گذروندیم. حالا چند ماهی از شروع زندگی جدیدم گذشته بود. مهران خیلی با ادب بود و خیلی پولدار، ولی کاملا مهربون و هیچ وقت با چشم بد به کسی نگاه نمی کرد. چند ماهی که گذشته بود مهران ایران بود و مادر و خواهرش برای تعطیلات اومدن ایران. مهران انگار برادر بزرگترم بود. خیلی حواسش بهم بود و ثبت نامم کرده بود برای ادامه تحصیل. ترحم داشت نسبت بهم، چون فهمیده بود چرا میخواستم خودمو خلاص کنم. واسه تشکر از زحماتش دسته گل بزرگی گرفتم و رفتم فرودگاه. مهران شوکه شد و گفت چرا زحمت کشیدی؟ ابرومو بالا بردم و گفتم چه زحمتی؟ وظیفمه، واسه تمام زحماتت. لبخند زد و گفت ممنون. مادر و خواهرش که اومدن کاملا با لهجه خارجی بودن، ولی فارسی هم صحبت میکردن. مادرش خیلی از این که رفته بودم استقبالش خوشحال شد. چقدر خوب بودن، خوش بودن. خواهرش تازه 15 ساله شده بود. چهرش بور بود. چقدر شیرین بود. مستقیم رفتیم هتل و رفتن توی اتاقشون. رفتم و میز شامو براشون سفارش دادم و اونا آماده کردن به بهترین شکل. دیگه میخواستم با آژانس برگردم خونه که مهران گفت مامان میگه شام با ما باش، بعدش من میرسونمت. اولش زنگ زدم به مامان، گفتم که دیرتر میام. بعدش رفتم کنارشون، دور هم شام خوردیم. مادر مهران لیلا مسلمان بود. اسم خواهرش هم روز بود. کلی صحبت کردیم و بعدش هم خیلی ازم تشکر کردن. راهی خونه شدیم و اونا هم رفتن استراحت کنن. اولین باری بود که با مهران توی ماشین تنها بودیم. در جلو رو برام باز کرد و سوار ماشین شدم. راهی که شدیم گفت امشب خیلی غافلگیر شدم. توقع نداشتم انقدر لطف داشته باشی. به طرفش چرخیدم و گفتم آقا مهران، خوبی که شما در حق من کردید هیچ وقت قابل جبران نیست. گفت مهران صدام کن، راحت ترم. روز به روز بیشتر پیشرفت می‌کردم. دانشگاه رشته مدیریت می‌خوندم. مهران بیشتر از چند ماه بود که خارج از کشور بود. من و پارسا و مریم حسابی سرمون شلوغ. دیر به دیر میرفتم خونه و داشت 2 سالی میشد که زندگی جدیدم شروع شده بود و واسه خودم نزدیک محیط کارم آپارتمان اجاره کردم و دیگه ماه به ماه هم به خونه بر نمیگشتم.
نمیتونستم اونجا بمونم. پسر دوم شهرزاد آرمان خیلی بانمک بود. فاصله عجیبی بین من و خانواده‌ام افتاده بود. اونام به نبودنم عادت کرده بودن. شاهین خیلی برام غریبه بود و فقط از لحاظ مالی ساپورتشو میکردم. مادر و پدرم و همراه شاهین فرستادم سفر کربلا تا اینکه مهران برای کنسرت یه خواننده دعوتم کرد ترکیه. من خیلی تجربه بدی داشتم. اولش نمیخواستم قبول کنم، ولی خانواده مهران بیشتر از 10 بار اومده بودن ایران و هر بار مهمون من بودن. اونا خیلی انسانیت داشتن. بابا اولش قبول نمیکرد، ولی وقتی دید خیلی مشتاقم قبول کرد، چون پایسا و مریمم بودن. ما از ایران رفتیم ترکیه و مهران از کانادا اومد اونجا. توی هتل همدیگر رو دیدیم. لباس اسپورت چقدر بهش میومد. یه هفته ترکیه بودیم و همه مخارجش با مهران بود. دیسکو رفتیم. مرد بود و مثل یه برادر کنارم بود. دانشگاهم که تموم شد چند باری سفر خارجی رفتم، البته یا با تور یا به خاطر کار. توی شغلمم خیلی ارتقا پیدا کردم، ولی دیگه قلبمو به روی هرچی عشق و عاشقی بود بسته بودم. مریم یه دختر به دنیا آورده بود، هلن. خیلی شبیه پایسا بود. همه خوشبخت بودن، کنار هم خوشحال، ولی من همیشه یه غمی کنار دلم بود. بعضی مواقع ماها میشد که فقط تلفنی جوی یه حال خانواده‌ام بودم. چند تا سفر با مهران رفته بودیم. ارتباطمون خیلی صمیمی و دوستانه بود. اون ایدئال هر دختری بود. توی محیط کار، توی مسافرت، همه جا بودن کسانی که عاشقش میشدن. از اون همه نجابت و مردونگیش شگفت زده بودم. سالها گذشت و دیگه من اون دختر بچه بی عقل نبودم. 8 سال گذشته بود. سال 95 بود. 27 سالگیم داشت تموم میشد. لیلا مادر مهران خیلی پیگیر پسرش بود که ازدواج کنه، ولی نمیدونم چرا قبول نمیکرد. نمیدونستم حسی که بینمون بود توی اون 8 سال چی بود. بیشتر از 100 بار با هم دیگه خارج از کشور رفته بودیم. لب دریا رفته بودیم. گاهی دوتایی شب تا صبح توی یه خونه سر کرده بودیم، ولی حتی دستمون به هم نخورده بود. مریم باش دست میداد. باش راحت بود، ولی من خیلی نسبت بهش خجالت داشتم. توی تولدها، توی مراسم‌ها من عادت داشتم، چون اکثر مراسم‌ها مختلط بود و برام مادی بود. هیچ وقت توی مراسم‌ها نمی‌رقصید و همیشه سرسنگین‌ترین آدم مجلس بود که حتی نوشیدنی هم نمی‌خورد. 8 سالی گذشته بود از اون اتفاقات شوم و بد. یه روز شاهین بهم زنگ زد. تماسو وصل کردم. جانم داداشم. گفت سلام آبجی خانم، خوبی عشقم؟ گفتم سلام قربونت بشم، ممنون، تو خوبی؟ مامان اینا خوبن؟ چی شده یادی از من کردی؟ گفت از خودت یاد گرفتم خانم. زنگ زدم که از خودم بشنوی نه از غریبه. یه دختریه که 1 سال با هم دیگه آشناییم. راستش تصمیم دارم که باش ازدواج کنم. مامان اینا در جریانن و قرار خواستگاری گذاشتیم. میخواستم بگم بیای، ولی میدونم که گرفتار کاراتی، پس اصرار نمیکنم بیای. گفتم اولا که مبارکه، دوما داری با زبون بی زبونی میگی که نیام دیگه ها. گفت نه این حرفو نزن، چون اون دختر توی اون محلیه که تو ازش متنفری، واسه همین نمیخوام بیای. شاید قشنگ تلافی اون همه دوری رو در آورد و نخواست برم و بهونش هم این بود که دختری از محله قبلی ماست. خیلی ناراحت شدم، ولی به روی خودم نیاوردم. وقتی شهرزاد زنگ زد و گفت اونم نخواسته بره، دیگه خیلی دلمون شکست. ما که یه دونه برادر بیشتر نداشتیم. چطور دلش می اومد؟ شهرزاد اصلا چه گناهی کرده بود؟ قول و قرار عروسی و عقد گذاشته بودن. آزمایش هم رفته بودن. همه مراسم‌ها خصوصی بود تا جشن عقد بزرگ. شهرزاد زنگ زد که برم خونه مامان، اونم میاد. کارامو به مریم سپردم و داشتم میرفتم که جلوی در رستوران مهران صدام زد. به طرفش چرخیدم. سوالی نگام کرد و گفت کجا میری اول صبحی؟ گفتم سلام، صبح بخیر، ببخشید بدون هماهنگی میرم، یه سر میرم خونمون. گفت کار خوبی میکنی، سلام برسونمت؟ گفتم نه، ماشین آوردم. گفت آروم برو، مراقب خودتم باش. چشم میگفتم و راهی شدم. کلی سر راه خرید کردم و رفتم خونه. شهرزاد قبل من رسیده بود. آرش با دیدنم به طرفم اومد. خیلی بزرگ شده بود، 10 سالش بود. چند باری بهش محبت کردم، ولی آرمان خیلی با هم سرد بود. مامان خوشحال شد و گفت چه عجب خانم اومدی. شهرزاد جلو اومد و گفت خوش اومدی. بابام که دیگه بازنشست شده بود، خیلی خوشحال شد. به اصرار من مامان نهار ماکارونی درست کرد. عصر بود که شاهین اومد. سر کار میرفت.
به واسطه مهران براش یک کار خوب دولتی جور شده بود. تا منو دید حالا دیگه خیلی از من قد بلندتر شده بود. گفت خوش اومدی. گفتم مبارک مرد کوچیک، به سلامتی. باور کنم داداشم مرد شده. گفت داداشت سالهاست مرد شده ولی تو نبودی که ببینی. گفتم تیکه میندازی؟ گفت نه، چه تیکه‌ای؟ تماما حقیقته. بشین تا برات بگم. گفتم اول از عروس بگو برام. گفت گفتن نداره که، میرم میارمش اینجا، ببین میپسندی؟ گفتم چه بهتر، برو بیارش. شاهین بلند شد که بره. گفت سویچت کجاست؟ گفتم تو کیفمه، بردار. کارتم هم اونجاست، ببر، لازمت میشه. رمزش تاریخ تولد خودته. خندید و رفت. شهرزاد کنارم نشست و گفت بیشور، حتی نخواست من برم. کاملا خلوت و خصوصی. بهله رو گرفت و دیروز رفتن محضر، بدون وجود کسی عقد کردن. گفت جشن عقد، سفره عقد میندازن و سوری عقد میکنن جلوی بزرگترا. حتی اجازه نداده پدر بزرگ زنشم بیاد. با تعجب گفتم عقدم کردن، چرا بی خبر؟ بابا سری تکون داد و گفت کارای شاهینه دیگه، میگه میخوام همه سورپرایز بشن. به مامان نگاهی کردم و گفتم دختر خوبه، خوشگله؟ گفت آره خیلی خوشگله ولی بی زبون و خجالتی. یا حالا اولشه یا واقعا اونجوری آروم و بی سرزبونه. پیش شاهین نگو، هر سازی شاهین زد اونا رقصیدن. خیلی خانواده خوبیان. خیلی ناراحت شدم. شاهین حتی واسه عقدم دعوتم نکرده بود و بدتر این که به شهرزادم نگفته بود. نامزدش که اومد یه خانم، یه عروسک بود، کیمیا. خیلی با ادب و با وقار و مهربون بود. اولین باری بود که می اومد خونه مامان. از کلاس زبان اومده بود و خانواده‌اش هم در جریان نبودن. یه لحظه وقتی بهشون نگاه کردم یاد خودم و یوسف افتادم. چقدر اون روزها حقیر بودم. چقدر بدبخت. کور شده بودم. یوسف هر سازی زد رقصیدم. آخرش چی؟ دلم به حال خودم، به حال کیمیا هم لرزید. چیزی نخریده بودیم براش. با شهرزاد رفتیم براش پلاک زنجیر خریدیم و یه دونه دستبندم از طرف خودم و شهرزاد بهش دادم. انقدر خجالتی بود که حتی سرشو بلند نکرد. یک ساعتی بود و انقدر شهرزاد سر به سرش گذاشت تا بالاخره یخش باز شد. یکم صحبت کرد. وقتی رفت منم میخواستم برگردم ولی مامان نذاشت و گریه کرد که نرم، حداقل یه شب بمونم. نتونستم دلشو بشکنم. موندم. شاهین جاشو کنار من انداخت و شهرزاد و بچه‌هاش رفتن. شاهین دستشو زیر سرش گذاشت و گفت مراسم عقد تالار بگیرم؟ پیش اخم کردم و گفتم تو که عقدم کردی، چرا از من نظر میخوای؟ من آدم نبودم، چرا شهرزادو نبردی؟ به همین زودی خواهراتو یادت رفت؟ گفت نگفتم چون نذاشتم جز پدر و مادرش کسی بیاد. گفتم چرا؟ گفت میخوام همه توی مراسم خبردار بشن. همونجا سفره عقد میندازیم و عقد سوری میکنیم. حالا بگو ببینم عقدو کجا بگیرم؟ گفتم هرچند خیلی ازت دل خورم ولی همون طالقان برات باغ میگیرم. اصلیت پدرم طالقانی بود و اکثر مراسم‌ها توی کردان و باغاش بود. گفتم یه نفر رو میفرستم، کارش همین ترتیب مجالسه. همه کارا رو بسپر بهش. خیالت راحت. روزشو مشخص کن و مهموناتم دعوت کن. پولش با من. یه میزم واسه مهمونای من. گفت بله، مهران و پارسا و مریم جونه خونوادت اونا، نه ما. گفتم شاهین من اونجا فقط کار میکنم و فکرم آزاده. وقتی از کار دور میشم همش اعصابم خورده. اون شب خیلی با شاهین حرف زدم. صبح همشون خواب بودن که واسم پیام اومد. مهران بود. اولین بار بود که بهم پیام میداد. سوگند؟ نمیدونم چرا ضربان قلبم شدت گرفت. جواب دادم بله. گفت خونوادتی؟ گفتم آره، شب موندم اینجا. کارم داشتی اول صبحی؟ گفتی شب رفتیم بیرون با پارسا، جات خالی بود، نخواستم مزاحم جمعتون بشم. میای هتل؟ چقدر خوشحال بودم از اون همه لطف خدا. نمیدونستم چه حسی بینمون بود. بهش پیام دادم آره میام که نهار رو با هم بخوریم. گفت خوشحالم میکنی بیام دنبالت؟ گفتم نه ماشین دارم. گفت بیکارم ها. تعجب کردم از این که پیام میداد. منم قبول کردم و گفتم خب اگه زحمت نیست بیا، ماشینم بمونه دست شاهین. گفت آماده باش. راه افتادم. مامان خیلی اصرار کرد که نرم ولی نمیتونستم. مهران که اومد سویچو به شاهین دادم و کارت پولمم به بابا دادم تا استفاده کنه. خداحافظی سخت نبود
شاید قلب من اصلا شده بود. مهران یه جعبه شیرینی گرفته بود برای تبریک شاهین و همیشه ادب و شعورش منو شرمنده میکرد. اولین بار بود که بهش دقت میکردم. کت و شلوار توسی به تن داشت. خیلی شیک و اتو کشیده. خداحافظی کردم و راهی شدیم. نیم نگاهی بهم کرد و گفت اگه از دستم کمکی برمیاد بگو. واسه مراسم برادرت میگم. من توم دارم مدیون لطفای شما هستم. کافیه دیگه. منصوری رو میفرستم واسه هماهنگی مراسمش. گفت کار خوبی میکنی. دختر یه شب نبودی دلتنگت شدیم. بچو بهت عادت کردم قبلا میرفتم کانادا فکر میکردم دلتنگ ایرانم. نگو دلم واسه تو تنگ میشده. نمیدونستم چی بگم. فقط سکوت کردم. 2 هفته بعد مراسم بود. توی باغ کردان. من و مریم رفتیم آرایشگاه و از همونجا رفتیم کردان. مهران گفت شب میاد و ما با پارسا رفتیم. یه پیرهن پوشیده بلند پوشیدم. آرایشم خیلی قشنگ شده بود. مخصوصا وقتی موهامم بلند کرده بودم. خودمم خیلی از خودم خوشم اومد. وارد باغ که شدیم بیشتر مهمونا اومده بودن. شهرزاد اومد جلو و گفت چرا اینقدر دیر اومدی؟ همه اومدن سراغ تو میگرفتن. شهرزاد گفت ایشالله تو عروس بشی. چقدر موهات بهت میاد. کیمیا عروسک شده بود توی لباس گلبهی. همین چیز عالی بود و با کیفیت. رفتم با مهمونا خوشوبش کردم. خوش آمد میگفتم که مادر کیمیا منو برد به سمت میزای اقوامش. اون لحظه هیچ وقت قابل توصیف نبود. پاهام میلرزید و دستام یخ کرده بود. اون یوسف بود که سر میز نشسته بود. خدای من، کیمیا برادرزاده یوسف بود. چقدر پیرتر شده بود. فقط چش تو چش شدیم. هنوزم چشمای زاغش گیرا بود. تو اون خنکی هوا عرق کردم. بلند شد سر پا. اون از من بدتر شوکه شده بود. وای خدایا داشتم اون لحظه بالا می آوردم. تموم اون روزا جلوی چشم بود. اون حس نفرت بود یا عشق نمیدونم، ولی انقدر حالم دگرگون شده بود که اگه گرمای دست مهران رو حس نمی کردم قطعاً سکته می کردم. برای دومین بار دستای مهران نجات بخش من شد. بهش نگاه کردم. فهمید حالم بده و گفت چقدر خوشگل‌تر شدی. چقدر بهش نیاز داشتم. همراهش به طرف میز راه افتادم. گفت چی شده سوگند؟ چت شده یهو؟ به میز که رسیدیم دستشو گرفتم و گفتم اونو دیدی؟ اونی که بور بود؟ یهو خود مهران لبخندش ماسید و گفت نگو که اون همون پسر است. خودم گیشتر از اون بودم و نمیدونستم چی بگم. انقدر حالم بد شده بود که مهران صندلی رو عقب کشید و نشستم. کنارم نشست و گفت خودتو جمع و جور کن، داره نگات میکنه. فکر نمی کردم بعد این همه سال باز دلت اینجور خرابت کنه. خندیدم و گفتم مگه من دلم دارم؟ حالم به هم خورد از خودم که چطور تونسته بودم اونجور خریت کنم و همچین کسی رو دوست داشته باشم. تنها ناراحتیم و نگرانیم انتخاب شاهینه. حالا میفهمم چرا مخفیانه این کارو کرده. گفت همه چی درست میشه. مریم و پارسا اومدن تا برای رقص بریم. نمیخواستم بلند شم، ولی مهران دستمو گرفت و گفت با من میرقصی؟ چقدر اون شب مهران عوض شده بود. بلند شدم و باهاش رفتم وسط. موزیک عوض شد و رقصیدیم. دروغ چرا؟ هنوزم حواسم به یوسف بود، ولی برای اولین بار یه حس عجیبی توی وجودم بود نسبت به مهران. شهرزاد که همه چیزو فهمید اونم شوکه شد و رفتم سراغ شاهین. نگاش که کردم گفت هر کاری با تو خانواده‌ام کرد تلافی میکنم. اون روز من خواب نبودم و همه چیزایی که به شهرزاد گفتی و شنیدم. خدا کیمیا رو گذاشت سر راهم. تنها دختر خانواده‌شون. اون آشغال زن داره، ولی میدونستی بچه دار نمیشه و مشکل از خودشه. دستشو گرفتم و کشیدمش کنار و گفتم تو غلط کردی. چه فرقی بین تو و اون هست؟ اون اونقدر عوضی بود که آبروی هر چی مرد رو برد. تو نمیتونی مثل اون باشی. تو درستی، تو برادر منی. من عشقم پاک بود ولی اون فقط استفاده کرد. شاهین اگه روزی مثل اون بشی دیگه به رود نگاه نمی کنم. ولش کردم و داشتم میرفتم پیش مهمونا که یوسف به طرفم اومد. درست روبروم رسید و گفت سوگن تویی؟ چقدر خوشگل شدی. باورم نمیشه شاهین برادر توه. هنوز مجردی؟ حالم از لبخندش به هم خورد. از کنارش بی تفاوت گذشتم و رفتم. تا آخر مجلس اصلا نگاشم نکردم. بعد از رفتن مهمونا خانواده ها موندن. یوسف نگاه میکرد و چشم ازم بر نمی داشت. مهران کنارم ایستاد و درست رو به بابا گفت خیلی مبارکه. من دیگه باید برم. خیلی خوب بود. منم خداحافظی کردم و گفتم میرم.
صبح کار دارم. مامان نمیذاش، ولی شهرزاد که فهمید قضیه چیه با مامان صحبت کرد. اون شب هیچ کس نمیتونست حال منو درک کنه. هیچ کس نمیتونست درد منو بفهمه. خونه خودم نرفتم. رفتم خونه بابا. همه فهمیده بودن قضیه چیه. اشکای کیمیا به خاطر اخلاق بد شاهین و لرزش دستای بابا. اون شب حال شبی رو داشتم که میخواستم خودمو خلاص کنم. انقدر با شاهین صحبت کردم تا خالی شدم. بابا اون شب همه چیزو گفت. اینکه مهران همه موضوع اون نامه رو بهش گفته، تا اینکه به خاطر روحیه من پا روی غیرتش گذاشته و این همه سال تنها زندگی کردن منو هضم کرده. از اینکه به خاطر اینکه دیگه خودمو خلاص نکنم راضی شده دور باشم ولی زنده باشم. خودمو ملامت کردم. راست گفتن که اگه خدا بخواد یه شب ره 100 ساله رو طی می‌کنی. شاید اون شب خدا دلش واسه بدبختی یه دختر که به خاطر احساس پاکش هر کاری کرد سوخت، که از اون شب به بعد هیچ مانعی سر راهش نبود. سوگند بیچاره اون شب کجا و سوگندی که حالا خانم مدیر و بیشتر از مردای اقوامش ثروت داره کجا؟ خدا تو وجود آدماش از عطر نفسهای خودش دمیده و گاهی هم شیطان توی کردار انسان دخالت داشته. مهران فرشته خدا بود و یوسف خود شیطان. اون شب وقتی بابا فهمید یوسف همون مرده، دیدم که چطور کمرش شکست. مامان که خشکش زده بود. شاهین همه چیزو گفت و تو روی کیمیا فریاد میزد که انتقاممو میگیرم. حالا دیگه امیرم میدونست که خواهرزن ساده و پاکش چقدر بدبخت و حقیر بوده. خدا هیچ کسی رو توی اون شرایط قرار نده. اون شب همه تا صبح نشستیم و برای اولین بار بود که شاهین گریه میکرد. دلش شکسته بود از درد خواهرش. اون شب انگار عاشورا بود واسه من دیگه. همه میدونستن اون مرد یوسف بوده. نمیدونم اون بین یهو چی شد که مهران از جیبش یه حلقه بیرون آورد و بین اون همه شلوغی و شیون و گریه به طرف من گرفت. یهو همه سکوت کردن. خودم که خشکم زد. مهران لبخندی زد و گفت 8 سال طول کشید تا بالاخره امروز تونستم بگم. 2 ساله این حلقه همراه همه سوگند. اگه قبول کنی نمیذارم خم به ابرود بیاد. صداقت تو به کل دنیا برام میارزه. میخوام ما بقیه عمرمو کنار تو باشم. کنار تو پیر بشم. کنار تو پدر بشم. 1000 بار شکر کردن خدا کمه واسه درمان درموندگی دختری مثل من. رنگ عشق من به یوسف و مهران فرق داشت. این بار انتخابم عاشقانه بود و عاقلانه. خدا رو شکر که احساس منم نسبت به مهران محکم بود. اون شب سنگامو با خودم وا کردم. حقیقت این بود که دیگه حسی جز تنفر به یوسف نداشتم. مهران گفت 8 سال نامزدی کافیه و یه ماه هم طول نکشید که خانواده‌اش اومدن و عقد و مراسم عروسی گرفتیم. خدای من خیلی بزرگه. شاهین نخواست مثل یوسف باشه و هرچند یکم اخلاقش تند و عصبیه، ولی کیمیا خوشبخت شد و عروس خانواده ما. همونطور که شاهین رو دوست داریم اونم دوست داریم. شاید باور نکنید ولی تو عروسی شاهین دیدم نگاهی پر از حسرت یوسف رو به خودم. بالاخره تنها گیرم آورد روز جواز چیدن شاهین و گفت سوگند 1 دقیقه کارت دارم. دوست نداشتم مهران شکی به دلش بیفته. آروم گفتم چی کار داری؟ گفت سوگند عجله نکن، من میگیرمت. من غلط کردم. اون موقع خریت کردم. الان تازه میفهمم تو کجا و بقیه دخترها کجا. خندیدم. اون لحظه از ته دلم خندیدم و گفتم شکر که تو ولم کردی و خدا مهرانو بهم داد. یوسف خیلی شیطان صفت بود. در جوابم گفت ناچاری خواسته های منو برآورده کنی، وگرنه به مهرانت میگم که با من رفیق بودی. با تحقیر نگاش کردم و از کنارش گذشتم. مهران مردی بود که هیچ وقت تنهام نذاشت. با شناخت کامل عاشقم شد. شاید زندگی من سرشار از اشتباه بود، ولی خواستم درس عبرتی باشه برای تمام دخترای سرزمینم که هزاران یوسف در کمینشونن، در کمین دل پاکشون. شاید الان که یه پسر چند ماهه دارم و خوشبختم از نظر مالی، تفریحی و درک و فهم مهران هیچ وقت با یوسف خوشبخت نمی شدم. گاهی حکمت ما رو خدا میدونه، ولی ما ندونسته طالب چیزی هستیم که سرشار از بدی برای خودمونه. اسم کوچولوی ناز من کوروشه و خدا رو شکر که رنگ و بوی خونمون با اومدنش بهشتی شد، تا جایی که مادر مهران مهاجرت کرد ایران تا نزدیک نوش باشه و انگار بعد سالها باز خودش مادر شده. دیگه یوسفو ندیدم و شاهینم باهاش رفت و آمد نداره.
و اونا هم صاحب یه پسر شدن. شهرزاد خواهر نازنینم مثل قبل خوشبخته. کارگاه خیاطی داره و موفقه. پدر و مادرم برگشتن طالقان و اونجا رو زمینای پدریم ویلا ساختن و زندگی میکنن و من هر روز چشام به چشای مردی باز میشه که اول دوست و رازدارمه و بعد همسرم. انقدر محبتش درست و حساب شده است که همیشه من بهش بدهکارم. یه عمر عزت و احترام، یه عمر خوشبختی، یه عمر موفقیت. من خیلی تو اون 1 سال بعد اینکه میخواستم خودم خلاص کنم عذاب کشیدم. قابل وصف نیست. ولی اون 1 سال 1000 سال بود و اگه مهران نبود حتما دوباره یه بلایی سر خودم می آوردم. یادش بخیر مادر بزرگم میگفت پیشونی منو کجا میشونی؟ سرنوشت چیز عجیبیه. ولی همون موقع که توقع نداری یکی هست که لبه پرتگاه نگهت میداره. فقط کافیه بهش ایمان داشته باشی و اون فقط خداست. ممنون از اینکه داستانمو شنیدید. برام کامنت بذارید.